خب سلام، وقتتون بخیر. با جلسه بعدی از دوره برنامه‌نویسی از صفر بیت کوب در خدمتتون هستم. تو این جلسه قراره که ما همچین صفحه وبی رو طراحی کنیم، شامل عکس باشه، سرفصل داشته باشه، لیست داشته باشه از انواع مختلف و بتونیم انواع لیست رو با هم دیگه بررسی کنیم و در نهایت هم نحوه لینک ساختن توی صفحه رو با هم دیگه بررسی کنیم. من اینجا سورس رو در ابتدا به صورت کامل نوشتم ولی نمیخوام از روی این ارائه بدم و میخوام که فرام اسکرچ بریم جلو. خب من اینو پاک میکنم. این طرف هم اگه رفرش کنم میبینیم که دقیقا داره همین فایل لود میشه. اولین کاری که من انجام میدم میام مینویسم HTML5 و اجازه میدم که کدهای مربوط به HTML5 توسط VS کد برام ایجاد بشه. خب اگه من این طرف الان یه رفرش انجام بدم، به این عنوان اگه دقت کنید تبدیل میشه به داکیومنت که خب داره از این تگ تایتل میخونه. ما اینجا یه تگ تایتل داریم که هر متنی داخلش قرار بگیره به عنوان تایتل این صفحه برامون در نظر گرفته میشه و این تگ هم توی سرفصل هد حتما باید باشه. پس اینجا من مینویسم تایتل. تگ تایتل از این تگایی هست که باز میشه و بسته میشه و محتوایی که بینش قرار بگیره به عنوان کانتنت اون تگ در نظر گرفته میشه. من اینو میذارم بیت کوب و این طرف رفرش میکنم، بیت کوب اینجا نمایش داده میشه. اگر یه لحظه مثلا انجام دادن کامنت یا هر چیزی براتون سوال بود که من دقیقاً چه ترکیب کلیدی رو دارم میزنم که این اتفاق میفته، با این سمت راست تصویر براتون نشون داده میشه. مثلا برای کامنت گذاشتن من کنترل کی رو که بذارم کامنت برای من باز میشه. حالا که کامنت چی هست و به چه درد میخوره رو تو جلسات بعدی بهش میرسیم. فعلا در همین حد لازم بدونید که کامنت گذاشتن هیچ تأثیری در کد ما نداره. کامنت ها صرفا یه سری نوشته هایی هستن که شما به عنوان برچسب میچسبونید به کدتون، به خاطر اینکه اگه خودتون بعد درخواستی مرور کنین، دیولپر دیگه خواست مرور کنین یا برگشتین سورستون رو بخونین، این کامنتی که نوشتین بهتون بگه که این قسمت از کدتون داره چه کاری انجام میده. ولی شما 10,000 خط کامنت هم اگه بذارین توی کدتون یا نذارین، هیچ تفاوتی توی کدتون ایجاد نخواهد شد. خب من اینجا اومدم توی قسمت ه تایتلم رو ساختم. حالا میخوام بیام توی قسمت بادی و شروع کنم به در واقع ایمپلیمنت کردن عناصری که میخوام توی صفحه وبم نمایش داده بشه. من با ایمیج شروع میکنم. میخوام یه دونه ایمیج رو اینجا داشته باشم. تگ ایمیج رو من چجوری قرار میدم؟ تگ img. این تگ ایمیجه. تگ ایمیج مثل تگ تایتل یا تگای p و h یکی که بعدا بهش میرسیم نیاز نیست که باز بشه و بسته بشه، چون محتوایی که مد نظر ایمیج هست و لازم تو یه ایمیج باشه نباید بین دو تا تگ قرار بگیره. متن نیست که بخواد بین دو تا تگ باشه، صرفا یه آدرسه. یعنی من میگم این عکس رو از این آدرس بخون و نمایش بده. من الان تگ ایمیج اینجا گذاشتم، اما اگر صفحه رو رفرش کنم هیچ چیزی برای من اینجا نمیاد، انگار مثلا تگ ایمیج رو قرار ندادم. علتش چیه؟ علتش اینه که من گفتم من یه تگ ایمیج دارم ولی بهش نگفتم از چه سورسی بره برای من اینو بخونه بیاره. هر عکسی لازمه که یک سورسی داشته باشه، منبعی داشته باشه که بدون من عکس رو برام از کجا بیارم. توی یه سایت دیگه است، توی یه فولدر خاصی کنار همین فایلیه چی. من در حال حاضر اومدم کنار این فایل HTML هم یه دونه لوگو اینجا قرار دادم، لوگوی تایپیکال خود بیت کوب. پس این عکس هستش. من میام و این اسم رو کپی میکنم، اینجا به عنوان سورس در نظر میگیرم src که مخفف شده سورس هست. من اینجا میگم سورس تو این عکس هست. دقت کنید من عکسم دقیقاً کنار همین فایل HTML همه. اگر این عکس رو ببرم توی یه فولدر دیگه بذارم، توی پارتیشن دیگه بذارم یا اینجا نباشه، دیگه نمیتونم اینطوری آدرس تگ کنم. آدرس تگ مخصوص خودشو داره که زمانی که برسیم به لینک کردن فایل‌ها من نحوه آدرس دیار رو بهتون توضیح میدم. ولی الان میخوام که هر ایمیجی که میخواین قرار بدین دقیقاً کنار همین فایلتون قرارش بدین. من اگه حالا اینو رفرش کنم میبینید که عکس برای من لود میشه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که به خاطر ابعاد عکس اینجا ببینید من اگه زوم استانداردش کنم این اسکرول میخوره تا نمایش داده بشه. پس چیکار میکنم؟ میام از یه چیزی استفاده میکنم تحت عنوان اتریبیوت. یعنی المان هایی که ما میچسبونیم به یه تگ تا دیتای بیشتری به اون تگ بدیم، تا شخص سازش کنیم. اگه دقت کنید توی همین فایل من HTML، head، meta، title اینها رو با یه رنگ دارم، src، name، character set اینها با یه رنگ دیگه است. ما یه تگ اصلی داریم که اینجا مثلا تایتل هست، اینجا متا هست، اینجا هد هست. یه سری اتریبیوت داریم که بعد از تگ قرار میگیره. این اتریبیوت ها کاری که میکنن که شاخ و برگ میدن و کاستومایز میکنن اون تگ شما رو. ایمیج به تنهایی کاری نمیتونه بکنه
ولی من از اتریبیوت SRC استفاده میکنم که بهش بگم سورس تو کجاست. یه اتریبیوت دیگه داریم که باش میتونیم ارتفاع و عرض عکس رو مشخص کنیم. مثلا من اینجا میام ویدث این عکس رو ببینید، این زوم 100% من اوکی الان به این صورته، ولی من میام اینو روی 125 قرار میدم، رفرش میکنم، ببینید عکس منو با توجه به این المان اومد کوچیک‌تر کرد. من اگه اینو 150 بکنم این عکس بزرگتر میشه. اینا اتریبیوت ها هستن که من میخوام شما صرفا همین اتریبیوت SRC رو که برای عکس استفاده میشه و اتریبیوت طول و عرض رو توی این جلسه یاد بگیرید که دونه ویدث هست و از اینجا میتونم ارزش رو مشخص کنم. مثلا اینو من اگه بذارم 200 اتفاق ناگواری میفته من که عکس به این شکل در میاد. حالا من اینو نادیده میگیرم، همین به تنهایی داره کار منو راه میندازه. پوینت بعدی و نکته بعدی که میخوایم باهاش کار کنیم چیزی نیست جز هدینگ ها توی صفحه. هدینگ ها یعنی چی؟ یعنی سرفصل ها، عناوین. و توی در واقع HTML ما 6 تا سرفصل داریم که هر چقدر عددشون بزرگتر بشه اهمیتش کمتر میشه، یعنی رابطه معکوسی دارن. یعنی میریم تو کد بهتون میگم. من اینجا H1 میذارم، یه دونه H6 میذارم، گفتم از 1 الی 6 و توی هر دوتاش میام مینویسم بیت کوبه. اوکی، اینو کپی میکنم، این پایینم مینویسم بیت کوبه، رفرش میکنم، ببینیم یه بیت کوب اینجا درست برای من نوشته، بیت کوب خیلی ریز نوشته. من میام یه دونه H3 هم قرار میدم توش مینویسم بیت کوبه. میبینید این H3 که من اینجا گذاشتم بین این دوتاست. حالا تفاوتش چیه؟ شما از نظر SEO که ما الان با SEO کاری نداریم، این بیشترین اهمیت رو توی صفحه شما داره و این کمترین اهمیت رو داره. ولی چیزی که ما الان باهاش سر کار داریم اندازه و درشت بودن اینا هست. یعنی یه جایی من میخوام مهمترین نکته توی این صفحه رو بنویسم، از اشک استفاده میکنم و به همین ترتیب H2 H3 H4 H5 H6 اهمیت اون هدینگ رو برای من کمتر میکنه. خب من اینجا مینویسم که از H1 داریم الی H6 که من اینجا از H1 استفاده میکنم، رفرش میکنم، بیت کوین اینجا برای من نمایش داده میشه. میرسیم به قسمت بعدی که پاراگراف هست. پاراگراف مال زمانیه که من میخوام یه متنی رو که ارزش عنوانی هم برای من نداره تو صفحه چاپ کنم. من مینویسم پی، یه تگ پی باز میشه. ببینید المان ها و تگ هایی که بینشون میخواد متن قرار بگیره حتما باز میشن و بسته میشن. ولی یه تگ مثل ایمیج فقط باز میشه، لینک هاش بهش داده میشه، اتریبیوتاش داده میشه و متنی نداره که بخواد قرار بگیره، پس نیازی هم نیست بسته بشه. اما تگ پی متنی که من بینش میذارم به عنوان در واقع کانتنت رو در نظر گرفته. من مینویسم Here is my first web page. رفرش میکنم، این متن اینجا برای من نمایش داده میشه. خب اینم پاراگراف. اتریبیوت خاصی نیاز بهش بدیم برای این نمایش داده بشه و این متن رو به ساده ترین حالت ممکن برای شما توی صفحه قرار میدیم. میرسیم به قسمت بعدی که لیست ها هستن. ما 3 مدل لیست داریم. ordered list، من اینو کپی میکنم، unordered list، ordered list، unordered list و detailed list. یعنی چی؟ یعنی لیستی که ترتیبش برای من اهمیت داره، لیستی که ترتیبش برام اهمیت نداره و لیستی که میخوام دیتیل بهش بدم. خب من اینجا میخوام یه دونه اوردرد لیست درست کنم، میخوام عناوینی که میخوام توی بیت کوور در موردش صحبت کنم و تحت عنوان یه لیست اینجا قرار بدم. میام چیکار میکنم؟ تگ رو باز میکنم، اوردر لیست میخوام بسازم دیگه. اوی اول اوردر لیست و ال اول لیست رو، یعنی اوی اینجا و ال اینجا رو میذارم کنار هم، میشه او ال. اوکی، حالا من این لیست رو ساختم، رفرش میکنم، هیچ اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون من اومدم لیستم رو ساختم اما به لیستم آیتمی ندادم. یعنی چی؟ یعنی من لیست آیتم هنوز ندارم. حالا میخوام به این لیست ترتیب بندی شده ای که دارم لیست آیتم اضافه کنم. ال اول لیست و آی اول آیتم، ال آی. تمام. اینجا میشم HTML، رفرش میکنم، HTML اینجا برای من میاد. حالا من اینو کپی میکنم، میزنم CSS و JS. به این صورت من یک اوردر لیست برای خودم در نظر گرفتم. حالا اوردر لیست کاری که انجام میده اینه که میاد با عدد برای من اینو جدا میکنه. توی قسمت بعدی آن اوردر لیست ها و دیتیلد لیست ها رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم و اینکه کجا
میتونیم از این انواع لیست ها استفاده کنیم.